سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه شاورما تیار میکنیم. لواشی خانگی قطعی لواشش هم خودمون تیار میکنیم. بسیار زنها خواهش کردن که طرزی تیار کنی شاورمای خانگی نشان دهم. من امروز فرصت بوده است خواستم برای زنها توصیه هم طرز تیار کنی لواشه. محصولات لازمه برای خمیرش به ما چه لازم 300 گرم آرد، 150 میلی لیتر آب ما گرمکک باشد، یک قاشقچه نمک، 2 قاشقچه روغن رستنی لازم است. انمی محصولات برای خمیرش لازم است. تخم میگانچه همراه نمیکنیم. انمی خمیرش به انمی محصولات همراه میکنیم. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکه و آبروتیه. انا آرد گرفتیم. روغن نمک همراه کرده سخت تکک خمیر تیار میکنیم. خمیر ما باید سخت تکک شود. خمیر ملایم نمیبیاد. ما باید این قطعه خودش سخت میشه. ما باید خمیر ما پزانیم. خمیر سخت تکک شود. باید خمیر سخت تکک تیار شود. ما خمیر ما به زبالچه تقسیم میکنیم. شما چی با پختن خواهید مثلا سکاوراتکتان بر از میرش به نگاه کرده همینه تقسیم میکنید. یعنی من کلانتر 28 سانتی متره برای همین یختی کلانتر میگیرم زبالچه. میتر زبالچه میگیریم. ما تونوکی تونوک میکنیم برای همین نه اونقدر کلان شود. من زبالچه آرد زده طبق بگرفتم. در 15 دقیقه نگاه دارم که کمتر ملایم شود. من خمیری ما هم دم گرفت. نگاه کنید بسیار آرد قره میکشاییم. تونوک قره آرد دار کشاید که نچسبد. نه دم گرفت خودش کشادنش بیهد آسان. گرداشان منو لباشان تونوک کرنده شد. تونوک میکنم. من سکاوراتکتامه نگاه کرد. تونوک کنید میشه. سکاوراتکتامه میپزید میاد. دیگه میپزید میاد. حرکت کنید که وقت نشود. هر چقدر تونوک کنید همینقدر بهتر. نگاه کنید چقدر تونوک شد. من گلایی ستال معلوم شد. همینطور تونوک میکنیم. من سکاوراتکاما گرم شد. خواهید کمتر چرب کنید. نخواهید من خودشه اندازه. من همینطور تونوک میکنیم. من هیچ که سرخ ساز. من چپ بکرم. من همینطور پخته میگیریم. من لواشای ما هم تیار شد. من نگاه کنید چقدر پخت. من خطی خام نیه. من خوشرو تیار شد. با این سلافان بکرم مانده درونش به نچینکشه تیار میکنیم. من نچینکشه تیار کردم. بادرنگ، پمیدار،
من کارتوشکا اتیارکی سالاد مارکوفکا گذرانده روغن با پخته گرفتم. من سلطه سبزی طرزی تیار کنیش ویدیوش هست کانال با. من مرغ تفتان با پخته گرفتم. ماینیز و کچوبا آمیخته کردم. من نمی محصولاتا برای داخلش لازم است. من لواشامو گرفتیم. لوش تیار کردم. سس نالی مگر بسیارتر خواهید بسیارتر. کمتر خواهید کمتر. مرغ خیلی با خواهش خود من کرم خواهید کرم همراه کنید. کمتر خیلی با اسکرواتکای کلانتان باشه میتونید کلانتر تیار کنید. لواشی کلانتر تیار کنید. قطع میکنید اینطور. همیشه اینطور میپیچونه. میتونید خودتان من بیمال خانبه تیار کنید. من طرزی من لواش تیار کنیم. من تیار کریم. برای فرزنده برای عائله خود بیمال من تیار کنید. با این آزیر ما اسکواراتکا با کمتر سرخ میکنیم. من شاورمای ما هم تیار شد. ما کنی عباره دیگه اسکواراتکا با کمتر سرخ کنه میگیریم. من کمتر لواشامای چرب کردیم. دو تا طرفش باخ شدتر سرخ کنه میگیریم. من چه سرخ ساز. من شاورمای خانگی ما هم تیار شد. درونش ریزه کریم بینیم. درونش چه خیلی آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. لواشاش خروستیاش آمده است. درونی شاورمای ما چه خیلی آمده است. من نگاه کنید لواشاش چه تانکی تونوکی خروستیاشی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتچی کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.